با ما در ست سلام صبح بخیر احمد زبیر کریمی فعال اجتماعی است. در رابطه با کمالگرایی صحبت می داشته باشیم. سلام بر شما، صبحتان قشنگ، خیلی خوش آمدین. و علیکم السلام و رحمت الله. خدا کنه که شما جور صحت سلامت بوده باشید. بخیر و عزت باشین. من خیلی خوشحال هستم که شما رو میبینم. در رابطه با کمالگرایی صحبت میکنیم. کمالگرایی را چگونه تعریف میکنید؟ از اینجا آغاز میکنیم. کمالگرایی در اصل بسیار یک بحث مهم است که میخوایم که یک تعریفی داشته باشیم. در اصل کمالگرایی به معنی است که ما هر کار را به بهترین شکل و بی‌نقص‌ترین شکلش ما انجام بدیم. بسیار گپ خوب، بسیار گپ خوب. چقدر ارزشمند است، اهمیت داره در زندگی انسان، تاثیرگذار هست؟ کمالگرایی بسیار ارزشمند در زندگی ما، به خاطری که ما اگر فکر بکنیم همه ما شما نیاز داریم که کمالگرا باشیم، نیاز داریم که پیشرفت بکنیم، نیاز داریم که رشد بکنیم و این میل در سرشت انسان است که ما هر کس میخواهد که بالاخره کمالگرا باشه، بهترین هر کارش به شکل درست انجام بده. ما اگر معلم هستیم، اگر بالاخره تجار هستیم، اگر استاد هستیم، در هر بخشی که هستیم ما میخوایم که در اصل هر کار را به شکل درست انجام بدیم که بیشتر گفتیم که در سرشت انسان وجود داره. خیلی خوب. کدام عوامل و چه عوامل باعث شکلگیری خود شخصیت کمالگرا میشه؟ چه عوامل باعث شخصیت کمالگرا میشه که در اصل ما گفته میتونیم که وقتی که انسان رو به رشد میباشه، روز به حرکت کردن میگیره، روز به روز میخواد که رشد بکنه و تلاش بکنه و زحمت بکشه، این باعث میشه که کمالگرایی در وجودی آدم وجود پیدا بکنه. خیلی خوب. کمالگرایی به انواع مختلف داره؟ اگر داره، فرق بین کمالگرایی سالم و ناسالم چیست؟ کمالگرایی دو نوع است که کمالگرایی یکی سالم است که منفی است که مثبت است. کمالگرایی منفی را یعنی بخش دیگه نداره، فقط دو بخش است. دو بخش است. یکی کمالگرایی مثبت است که کمالگرایی سالم می باشه که کمالگرایی سالم انسان میل به رشد داره، میل به پیشرفت داره که حرکت میکنه و روز به روز ناامید نیست، میخواد هر کاری که مثال در زندگی خود اگر میفته از افتادن خود، از اشتباهی خود، از هر چیز این درس میگیره و حرکت میکنه. و کمالگرای ناسالم که است این بالاخره ناامید است، مثال میخواد که از اینکه کمالگرا نیست و اگه کامل نیست حرکت نمیکنه، به خاطر که ناامید است و از زندگی، از بالاخره از این میترسه، از ترس از گپای مردم داره که بالاخره مردم میگه که مردم ما را گپ نزنه، یا اینکه موانعی خردریزه ایده میروش است که ایرا نمیگذاره که پیشرفت بکنه و بالاخره کمالگرا شود. درست. در قسمت خود کمالگرایی اگر ایره همچنان اضافه بکنین، کدام موضوعات ما را مسیر میده روی کمالگرایی که متمرکز شویم اما بخش دنبال بکنیم فعلا در شرایط فعلی؟ در شرایط فعلی افغانستان میخوایم کمی واضح تر بگم، کمی پیشتر برم که در شرایط فعلی افغانستان ما در اصل ما نتوانستیم در اصل در موضوع کمالگرایی بالاخره کمی کامل باشیم و چی باشیم. اگر ما میبینیم که اگر در شهر بریم، در بازار بریم، بخوایم که یک جنس را ما خریداری بکنیم، میبینیم که اگر جنس برچسبی داره، برچسب وطنی داره، نوشته است که ساخته شده در خود افغانستان، دفعتا در دل ما شک میفته که این جنس حتما بدل است یا ای که در یک نقض وجود داره. اگر ببینیم که در جنس نوشته شده باشه، ساخته شده در کشور خارجی، دفعتا اون را ما خریداری میکنیم، به خاطر که ما هیچ کار ما در زندگی خود به شکل درست انجام ندادیم. اگر ما تجارمان ببینیم که تجارمان از کشورهای خارجی مال تولید میکنه یا هر جنسی تولید میکنه، بالخصوص در حساب دوا و درمانی که ما امروزه اگر دواخانه ها براییم خریداری بکنیم، بالاخره دوا را خریداری بکنیم، هیچ بالاخره در وجود ما تاثیرات مثبتی نداره، به خاطر که ما در این عرصه نتوانستیم که به شکل درست کارمان انجام بدیم، به شکل درستش بخوایم یک پیشرفتی داشته باشیم. و بجز ما در فکر جیبمان بودیم، در فکر خودمان بالاخره بودیم که ما نتوانستیم که اگر ما پیشتر گفتیم تجار بودیم نتوانستیم به شکل درست کارمان انجام بدیم، اگر معلم بودیم نتوانستیم در شکل درست بالاخره شاگردان را درس بدیم، اگر انجینر بودیم نتوانستیم در سرک سازی و در بالاخره
در خانه سازی در هر چیز کار درست را انجام بدیم، مگر بالاخره در هر کاری که حتی در خانواده در والدین هم که والدین هم وقتی که میخواد که فرزند خود تربیت بکنه فقط از او این امید را داره که این نمره بگیره، نمیخواد در این فکر نیست که فرزند ما چیز یاد بگیره، فقط در این فکر است که فرزند نمره بگیره. از و یک پیام دارم به والدین محترم که همیشه کوشش بکنن، تلاش بکنن که به فرزندشون این را نیاموزن که شما تو باید برای من نمرت 100 باشه نه 50. این را بیا برشان یاد بده که بالاخره فرزندم تو باید چیز یاد بگیری، باید یک چیز داشته باشی. و از اون چیزی را که میخوانی هدف از خواندن و تعلیم ما این است که ما چیزی را بفهمیم. دقیقاً گهگاه نمرات به اساس واسطه و به اساس شناخته هم میشه. یادگیری پروسه خود بخش یادگیری ما که آموزش ببینیم این مهمتر از نمرات هست. و گذشته از با معیار بین پانتون قبول شدن در پانتون و قبول شدن نزد پروردگار کمال است. تفاوت‌های وجود داره که تفاوتش کمال است که ما متاسفانه و کمال را نتونستیم به دست بیاریم. تو به دست بیاریم. باید ما تلاش ما این باشه که ما باید به هر شکلی که میشه از خوردی باید تربیت شود انسان. از خوردی وقتی ما در فامیل پیشتر هم گفتیم که وقتی در فامیل اگر ما به شکل درستش درس خواندیم، معلم ما رو به شکل درست اگر آموخت، اگر در فامیل هم ما را انگیزه را برای ما داد که باید ما روز به روز کاملتر شده بریم، روز به روز به رشد باشیم، روز به روز به تلاش باشیم، میتونیم که آهسته ایرا به دست بیاریم. خیلی خوب. نقش شبکه‌های اجتماعی در تشدید کمالگرایی چیست؟ متاسفانه امروزه در شبکه‌های اجتماعی دیده میشه که جوانان اکثر مردم در غفلت روان هستند. اصلا در فکری نیست که ما روز به رشد باشیم، روز به روز در حالی ای باشیم که حرکت بکنیم تا اینکه ما به یک مسیری درستی برسیم، به کمالگرایی برسیم. متاسفانه امروز از شبکه‌های اجتماعی را می‌بینیم که همه مردم در چیزهای مصروف هستند که چیزهای بیهوده، در تیک تاک مصروف هستند، در فیسبوک مصروف هستند، ولی کاش که از این استفاده درست بکنن، رو برشت باشن، از این یاد بگیرن، فناوری یاد بگیرن، تعلیم و تربیت داشته باشن، باید کمالگرایی یاد بگیرن. از این که ما چیزهای خرابی را دنبال بکنیم، چیزهای منفی را دنبال بکنیم، باید به مثبت گرایی و بالاخره به کمالگرایی رو بیاریم که ما بتونیم که آهسته آهسته ما بتونیم که پیشرفت رو بیاریم، وطن خود را آباد بسازیم. در فکر باشیم که ما و خودمان یک کسی باشیم که در وطن خود کاری کرده ایم و یک وظیفه خود را به شکل درستی انجام داده ایم. بسیار خوب، بسیار خوب. فطری است یا اکتسابی؟ خب کمالگرایی ذاتاً فطری است که هر کس در وجود خود، پیشتر هم گفتم که هر کس میخواهد که ایرا کمالگرا باشه. هر کس میخواهد که در زندگی خود به بهترین شکل هر کار را به بهترین شکل انجام بده. و امروزه متاسفانه که ما اما فطری هست، ما میخوایم، هر کس میخواد بهترین در هر کاری که است، حتی خود شما میخوایم که در همین بخشی که هستین بهترین باشین. درست است؟ ما میخوایم که در هر بخشی که هستیم، در کاری که در کارهای روزمره بهترین باشیم، ولی متاسفانه کوشش نمیکنیم، تلاش نمیکنیم. درست. ما به نقطه اصلی خود نرسیدم، با واسه که چند بار روی اون نقطه رفتیم که ما هر کس میخواد. شما گفتن که کمالگرایی فطرتا در وجود انسان هست، مثل استعداد هر کس داره. بله. فقط باید پکه کنی. گفته یگان تا که او شعله‌ور شوه، او زغال خاموش یا که به قوق تبدیل شوه و شعله آتش بالاخره روشن‌تر شوه و ما بتونیم بهره‌گیری بکنیم از موضوعاتی که در وجود ما ذاتاً یا فطرتاً هست. یکی از او گفتن کمالگرایی است، شما گفتن فطرتاً هست. ما چطور شعله‌ور بسازیم؟ با کدام مسیر؟ با درس، با مکتب، با تربیت والدین، با تاثیرات خود موضوعات اجتماعی، با صفحات مجازی، با استفاده و بهره‌گیری از اینترنت که فعلا در جهان اینترنت و تکنولوژی زندگی میکنیم. با کدام موارد میتونیم؟ تشکر از شما. ما یگانه موردی که برای ما مهم است هدف است زندگی. درست. که ما هدف در زندگی داشته باشیم. دوم باید حرکت داشته باشیم. باید توکل به خدا داشته باشیم. اراده قوی داشته باشیم. اولین گزینه هدف است. توکل بر خدا گفتم که اولین گزینه.
هدف است دوم توکل به خدا است که ما توکل به خدا کردیم. وقتی ما هدف خود تعیین کردیم توکل خود به خدا بکنیم، باز اراده خود قوی بکنیم، باز حرکت بکنیم تا اینکه که ما بتونیم به مسیر رشد و به هر مسیری که قرار داریم هدفی را که خود برای خود تعیین کرده ایم بتونیم که رشد بکنیم، تلاش بکنیم به جایگاه خود برسیم. خیلی خوب. یک فرد کمالگرا چه ویژگی‌هایی داره؟ یک فرد کمالگرا این ویژگی را داره که همیشه در هر حالتی که است اگر سختی سرش میاد باز هم این حرکت میکنه، ایستاد نمیشه. اگر بالاخره روزهای سختی برش میاد که موانع های سر راهش وجود نداشته باشه، این موانع ها برش کوچک معلوم میشه. این فردی کمالگرا همیشه در فکری است که من چیزی یاد بگیرم، روز بر روز در حال رشد باشم. فردی کمالگرا همیشه در این فکر است که من بالاخره یک هدف خود به هدف خود من باید برسم. که امروز ما یک باید از کسی الگو بگیریم که امروز از فاتح قسطنطنیه که سلطان محمد فاتح نام داره، از او باید ما الگو بگیریم که امروز او چگونه شخصیتی بود، چگونه توانست که در سن 10 سالگی اراده ای کرد که ما باید قسطنطنیه را فتح بکنم و یکی از شخصیت‌های باشیم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دربارش فرموده که او کسی که قسطنطنیه را فتح میکنه فرماندهش بهترین فرمانده است و افرادایش یا سربازانش بهترین سرباز است. از همین جایی چی میکنه؟ اراده بالاخره یاد شروع میکنه در حرکت کردن که امروز میگه من شاید همون شخصی باشم که قسطنطنیه را فتح بکنم و با او جایگاه بالاخره میرسه. آیسته آیسته یاد میگیره موضوعات فلسفی را، موضوعات سیاسی را، موضوعات مدیریت، تمام چیز را یاد میگیره، به چندین زبان‌ها مسلط میشه که آیسته آیسته چی میکنه؟ با شکلی که تقریبا مسلمانان نتوانستن جایی را که 700 سال یا 800 سال بتوانند که او را فتح بکنن نتوانستن، میره در 20 روز یا 18 روز والعالم بالاخره اینجا را فتح میکنه و با او اصلی کمالگرا ما با او از وای باید الگو بگیریم، از وای باید یاد بگیریم که چگونه انسان در مسیر رشد، در مسیر تلاش میتونه که به اصل کمال برسه. هیچ کس کامل نیست، هیچ کس کامل مطلق الله متعال است و ما کوشش میکنیم که روز به روز بهتر شیم، روز به روز تلاش میکنیم که بالاخره در مسیر کمال حرکت بکنیم. خیلی خوب، خیلی سپاسگزار هستم. نظر شما را، توصیه شما را میشنوم. نظر ما به جوانای ما است که همیشه در مسیر رشد باشن، در مسیر تلاش باشن، موانع خردریزه یا را متوقف نکنن، همیشه کوشش بکنن، تلاش بکنن که یا در مسیر رشد باشن، حرکت بکنن، آیسته انگیزه درونی خود را باید رشد بدن. این بعضی موانعی وجود داره که موانع بیرونی را ما فکر میکنیم که موانع بزرگی است، اما در اصل کوچک است که ما حرکت بکنیم میتونیم که موانع را از سر راه خود برداریم و بالاخره در مسیر رشد، در مسیر تلاش به جایگاه اصلی که هدف ما است به اونجا برسیم که یگانه چیز در زندگی ما، هدف اصلی ما باید عبادت باشه. هدف اصلی ما رضایت پروردگار باشه که ما بتونیم که به خدا برسیم و بالاخره در اصلی کمالگرایی باید ما به خدا برسیم. باید در عبادات ما، در تمام چیز باید کوشمانی باشه که باید مکمل باشیم و روز به روز کوشش بکنیم که کمالگرا شیم و کامل شیم. خیلی سپاسگزار هستم. تشکر از حضورتان. خیلی خوشحال شدم. محمد زبیر کریمی، فعال اجتماعی که در رابطه با کمالگرایی صحبت داشتیم. تشکر از حضورتان. موفق باشین. سلامت باشین. بخیر باشین.